خوش آمدی من خودت که خواهری قیامتی منو به حساب میروی ما خدا نیستیم ما اکا و خواهریم دیگه سودی تینجی دیگه چی گپو اینو چی شده؟ آخی راستی گپ چیکار کنم نمیدونم آخی اینمی پیش خطونه که قده که اکا مسئولیت کنی آمدم آخی هم دخترتان کلینی کلونی مای دوستش میدارم جانم در روی همه سه نویره حق مای نه که همین این اولی ساله ششم باره قر کرده اومدیست یه روشه بیوی نمیدونم چی کار دختری به عقله آخی قمسوه چی میگه خیش تورو چی میگن آخی بخدوی همین فقط فکر میکنم پیش نظرم با رحمتی و چشت اما ایله شما پیش نظر میایی هم قدر خوبی بدیم که زنک خوبی بدیم او بایه کودکاشون هم قدوست میدارن هم بچم هم کیلن جانشون داری کودکه هم قناسی میبینن که اگه شما هم با نیت قدشوی خونه ما آمده بودن یک گپ خوب گفته بودی که خمیرم باش دختر پوش گفته بودی با همین نیت آمدی خونه جانش داری کودکاشه نغزی میبینن که اخی خودشم بچم هم خنام نبیر آمدش میدارم اخی حیف نکنیم من بی جوانو رو میگم یک نصیحت شکریم یه راه شبیه باش هم در جهان دیده تر اینه که با تجربه زندگی تان زیادتره اخی التماستم لیکن یک فکر میره کنیم اخی خدا نمیدونم چی کنم پیش کی مسئلت کنم نمیدونم یه مسئلت دارم همین دختر که اومد حالی میگوی اومد من یک کمتر گیزلگی میکنم و قهر میکنم و اکد با یک گپ میکنم همون گپی مرا خودت آمتی راضی میشه انشالله کار نول علا نول میشه کار حل میشه فهمیدی؟ انا میخوام مالش چی کاری میکنیم بکنین همین یک کاری کنیم که زندگیشان خوب شوه برای ما دیگه هیچی در کار نیست همین خارج دارم هیچی در کار نیست این اخجام السلام علیکم ما آمدیم بین بیا که دختره که بیا السلام علیکم را پیش بابا جانش السلام علیکم نغزی سوزی داری نبیره صدقه سوزی تینجی چو کده اومدیم بو ای بیالشه جونی بیا بچه شیرینی می نبیره که خدای خیلی نبیروی خشلی آزوده داریم که و گفتی ماما چم خسلوه ای خسلو بگوی همه ما خسلویم تم خسلو چاییم هم خسلو چاییم همه ما نمیخیلیم خیلی هم نداره کم نی اومدی نغز اومدی خیلی اومدی برا بولیش کرد برا بولیش کرد داری بچه جونی بچه خوبی است که حالی جیبچکت میخرم خیالی جیبچکت نمیکنم زندگی تمام دیگر مرا نصیحت وصیت نکنید تمام اینا کودکو من گرفتم اومدم کله واز میشل خیگه پا نگو یک دو روز نبیرو قطی من میستن کودکات واز میشل خیگه پا نگو نه یکم کودک من نمیتم قطی خود میستم ما دیگر با شوهرم زندگی نمیکنم بسیار نغز قهر کرده اومده باشی بسیار نغز که ما پدریم قبول میکنیم زندگی نمیکنی خواهی شوهرت اختیارت زندگی نکنی اختیار نکادی هر قرکده آمدنم راستی گپ عیبه گفتی گپ پای مردم حاضر اندیشه کردم فکر کردم که خیلی میکنیم همه ما یه شرط دارم ما تنها همین دختر ما به همین قدا داده بودم شکنیده طاقت داده بودم حاضی خانه ما گشته که آوردنت خطا طاق آمده ای خانه ما خلاصه خطا طاقت قبول میکنم با این کودک ما کار ندارم فهمیدی؟ بگی قدای جو کجان داره بگی بر این نویس های خطا مالش قده این نمیخیلی شرطه اگر ها بگن دیگه تموم یا ای طرف یا طرف این نمیخیلی آخی نبیراتو نکو تمام و سلام من خطا گشته قبول میکنم نه که انای نبیراده با کار ندارم فهمیدی؟ کارشون ندارم بگی برشون بگی من همش فهمیدم قده همش فهمو قده جان مالش خوب داری نویرو مرا بکشه یا دروز قطیم اومتون میسی نه؟ میسی قطیم اومت نمیره خونه ایمو خونکتون بریم ماده مالش خوب خیر نباشه ایلی شیر جونه که مردم شم قیادش کده کی اینجا دختر جان یا دروز فکرات پریشونه خود به خودت گپ بزنی؟ اینجا باشه یک چی باید اومد شما
همین قطعی خدارمتی و چند بسیار ضرب المثل و مقاله خلقی را میگفتین یک تایمو باید ماما ها روست او چه تیه خزینه تا تیار بود خیر کدام ضرب المثل و مقاله خلقی و چت با یادت آمدی تبا او در باره زن شو میگفت کو با یادم اومد خانه شوهره دارد اره 6 پره دارد امین اینه دیگرش بود کو خیر با رحمتی و چه در نیاره میگفت زن شوهر جفتی گو یکی مرد دریا زن گیردو باز یک دیگه شم درم است قهر زن تا خوش شدنی دوکه بانی قبله زن شوهر راست با یک گپ دیگر هم داشت و چه با یادم اومد با جنگ زن شو سنجک در خانه خندی دست میگفت خیر بچم ایمی گپات همه خیلی خلاصه میرارم که ای کردگی پشیمانی راست شب بگم خب با گفتی خدا رحمتی و چم تلخ باشه شور باشه خانه شو باشه میگم برا بچم فقط وقت میشه بچم خسلات نگه برا بچم خوشبخت برا امینالله محلش تیز برا